زنه عکس میاره به شوهرش میگه بهروز یادت هست نامزدی کنار دریا؟ بهروز میگه آره یادت هست ماشین پنچر شد چه خاکی تو سرمون رفت. اصلا مردا بعد از ازدواج اینقدر گرفتارن که اصلا حوصله این که بشینن حالا عکس و آلبوم و درگیر قسط و بدهکاری و نمیدونم این چیزا. اصلا آقایان اساسا در مقوله تقلب مهارت خاصی دارن، در حالی که خانم‌ها در مقوله تقلید مهارت خاصی دارن. آقایان در جوانی خودخواه و در پیری مهربان میشوند، در حالی که خانم‌ها در جوانی مهربان و در پیری خودخواه میشوند. آقایان مسائل مالی را به صورت داینامیک و جاری باش برخورد میکنن. مرد دوست داره پولو بندازه به جریان، در حالی که خانم‌ها مسائل مالی رو به صورت ایستا و راکت و پسنداز. زن دوست داره از سود سپرده استفاده کنه. آقایان اساساً در زمان عاشق شدن انرژی و تمرکزشان 1.9 برابر افزایش پیدا میکنه. اینو بدونید، مردها موقعی که عاشق میشن سرحال میان، قبراق میشن، تمرکز پیدا میکنن، خوب درس میخونن. هر وقت دیدید مردی راست داره تو خیابون یا دانشکده راه میره به همه سلام میکنه، انرژی داره، بدونید این تازه عاشق یه دختری شد. سلام، مخلصم، چاکرم، قربانت برم، اسعدالله ایامکم، ایاکم انشاءالله، چطوری، کیف صحتکم، شرف، فضل. هر وقت دیدید مردی سرحاله بدونید. من گاهی اوقات خودم سر کلاس دارم درس میدم با دانشجوها، میبینم یکی از دانشجوهای پسر همینطور که داره گوش میده میگه میگم چته رضا چیه؟ میگه استاد خیلی چاکرتم، ماهی. میگم خدا میدونه چهره کدام دختر رفلکس شده رو صورت من، موجش افتاده رو چشای تو رو برده تو عالم ماورا. بعد حالا فکر کردیم مثلا، در حالی که دخترها موقعی که عاشق میشن، اینو به خاطر بسپرید، دخترها موقعی که عاشق میشن 1/3 افت انرژی پیدا میکنن و افت تمرکز. دختر تا زمانی که عاشق نشده بسیار عالی درس میخونه و تمام حواسش هم معطوف به درس. به محض اینکه افتاد در خط عاشقی دیگه تمرکزشو از دست میده، دیگه حواسش یه جا نیست. هرچی کتاب و ورق میزنه عوض فرمولای میکروبیولوژی و پی سینوس آلفا همش عکس رضا و حسین و داریوش و اصلا دیگه از فرمولا خبری نیست.